سلام بینندگان عزیز، نویدی بامداده است از رادیو آزادی تقدیم شما. امروز سه‌شنبه 21 ایول و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در یک شبانه روز گذشته 43 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 را آشکار کردند و در عموم در کشور 6921 کس به این بیماری گرفتار شدند. در بیانیه رسمی وزارت از روز 20 ایول که در وبسایت آن نشر شده است آمده است از حساب بیماران 5629 نفر یا بیشتر از 81% آنها شفا یافتند. کرونا ویروس نو با گفته وزارت تاکنون جان 57 نفر را گرفته است. متخصصان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده باشد هم ولی آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست و شماره گرفتاران و تلفات به مراتب بیشتر از آن است که مقامات اعلان میکنند. مقامات رسمی تا روز 3 اپریل میگفتند که تاجیکستان کشوری عاری از کرونا ویروس نو است ولی یک روز پیش از آمدن هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت به دوشنبه در همان روز گفتند که 15 مورد سرایت بیماری را آشکار کردند. تا آن روز مقامات میگفتند ده ها نفر که به شفاخانه ها با علامت های شبیه کووید 19 مراجعت میکردند گرفتار التهابی شوش بودند، بیماری که هم رئیس پارلمان تاجیکستان و هم دادستان کل با آن گرفتار شدند و معالجه گرفتند. نتیجه های آزمایش ابتدایی واکسن کووید 19 که بعد آزمایش در انسان ها 20 ایول نشر شدند امیدوار کننده هستند ولی تاکنون معلوم نیست که کدام یکی از آنها به سلامتی به خطر بوده برای تنظیم مسئولیت و یا خود ایمونیتتی دراز مدت کمک میکنند. هر سه واکسن باید از آزمایش گسترده گذرند تا برای معالجه کرونا ویروس نو تصدیق شوند. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد دیروز در مجله معروف لنست خلاصه پژوهش خود را نشر کردند که طبق آن واکسن در تن انسان ایمونیتتی دو جانبه با وجود آورده تهدید برای سلامتی ایجاد نمی کند. پژوهشگران آکسفورد واکسن را در 1000 نفر داوطلبی از 18 تا 55 ساله آزمایش نموده تاکید می کنند که حداقل دو ماه اخیر داوطلبان از سرایت کرونا ویروس نو ایمن بودند. مثل آن پژوهشگران در چین واکسنشان را در تن 508 داوطلب سالم آزمایش نموده اصرار می‌ورزند که نتیجهش مثبت است. یک مرکز آلمانی بیوتکنولوژی با نام بیونتک و شرکت آمریکایی پفیتزر هم اطلاع دادند که آزمایش واکسن اختراع کرده آنها در تن 60 نفر داوطلب نتیجه مثبت داد. و بیننده ارجمند خبر دیگر در کشوری که در مورد کووید میگوید که کووید در این کشور نیست اما رئیس ناحیه از کرونا ویروس به هلاکت رسید. منبع‌های قابل اعتماد از ترکمنستان خبر میدهند که حسن مدقولیف رئیس ناحیه فارابی ولایت لباپ یا خود لبی آب به هلاکت رسیده است. گزارش ها از ترکمنستان گواهی آنند که شفاخانه های این کشور سرشار از بیماران بوده، مردم زیاد احتمالاً از کرونا ویروس به هلاکت رسیدند. همین منبع ها روز 20 ایول به بخش ترکمنی رادیو آزادی گزارش دادند که همسر این رئیس ناحیه و معاونش گرفتار کووید 19 بوده در شفاخانه بیماری های سرایتی شهری ترکمنآباد بستری شدند. ترکمنستان تاکید میکند که در این کشور کرونا ویروس وجود ندارد ولی شهادت ها از آن گواهند که ویروس در این کشور به طور گسترده رشد کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت کالوگای روسیه خبر داد که کارمندان پلیس در جریان یک رید در ساختمان‌های دهه‌ای کبید سینای ولایت باروفسکی 25 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را به دلیل نداشتن پتنت دستگیر کردند. در این باره سامانه اخبارکام اطلاع داده است. نسبت به همه آنها بر اساس کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه و اتهام فعالیت کاری غیرقانونی در قلمرو این کشور پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند و هر کدام مهاجران به مبلغ 2000 روبلی جریمه شدند. پلیس ولایت کالوگا گفته کارفرمایانی که از نیروی کاری مردکاران خارجی غیر قانونی استفاده می بردن نیز به جوابگری مأموری کشیده شده. برای هر کارگری بی پتنت به مبلغ از 200 تا 800 هزار روبل جریمه بسته خواهند شد.
مقامات تاجیک مخفی بودن پرونده معروف به اخوانی ها را رد کردند. وکیلان گمانبر شدگان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که پرونده زیر مهر مخفی بررسی می شود. بنابراین آنها حق دادن معلومات را ندارند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت بررسی پرونده اخوانی ها مخفی نیست. با گفته او در حال حاضر بررسی پرونده 103 تن گمانبر شده ها در دادگاه ادامه دارد. با گفته شاهیان 2 نفر متهمان شهروندان خارجی می باشند. اینها محمد بیومی غنایم استاد دانشگاه زبانها و علی ابراهیم منصور محمد آموزگار زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان و شهروندان جمهوری عربی مصر بودند. یک مسئول دیگری دادگاه عالی ضمن نشست خبری گفت از بس که شماره محکوم شده ها زیاد است مرافعت در تالار محبس ادامه دارد و امکان شرکت افراد زیاد در آن وجود ندارد. به گفته مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان اخوانی ها با 6 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان عیبدار می شوند. از جمله نسبت 15 نفر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ایول محاکمه پرونده دست جمعانه گمانبر شدگان همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برآمددران مسلمان را شروع کرد. بنابر معلوماتی تصدیق نشده در میان بازداشت شده ها رئیس دستگاه حکومت شهر اصفهان و 20 دانشجوی دانشگاه‌های عالی کشور به خصوص دانشگاه اسلامی زادگان و ساکنان شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر، اصفهان، ناحیه رودکی و غیره هستند. چندی از گمانبر شدگان در مرکز تعلیمی معرفت 2012 آموزگار و دانشجو بودند. بازداشت 10 نفر با اتهام پیروی از گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین ماه ینور امسال تقریبا همزمان در چند منطقه کشور صورت گرفت. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو ممنوع است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت‌ها تروریستی و افراطگرا می‌دانند. در ولایت امور روسیه 11 اشتراکچی فعالی آشوبی کارمندان شرکت ترکی رنسانس هیوی اندستریز دستگیر شدند. اداره منطقوی تفتیشات امور اطلاع داده که بازداشت شدگان با گمان تشکیل بی‌ترتیبی‌های عاموی عیبدار می‌شوند. کارمندان شرکت مذکور که اساساً مهاجران ازبکستانی و تاجیکستانی هستند 13 ایول دست به اعتراض زده قسمی پرداخت نشده معاششان را طلب نمودند که برای پتنت ستانیده شده بود. در حال حاضر 2 گمانبر به قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده. مسئله حبس افراد باقی در حال بررسی است. به گفته مقامات آنها حمله به بینای شرکت، مغازه و فروشگاه تلفن در محل ساختمان را تشکیل کردند. 10 مهاجری تاجیک و ازبک روز 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور روسیه آشوب برداشتند. مهاجران سبب خشم و اعتراض خود را به کم پرداخت شدن معاششان ربط داده بودند. پس از این اعتراض مأموریت شرکت ترکی اعلان کرد که خرج پتنت و حجتگذاری مهاجران را جبران کرده به آنها در روز عید قربان 5000 روبل تحفه خواهد داد. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز در شهر سواباد در ولایت امور روسیه بیش از 15000 مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4000 تاجیکان کار میکنند. گسترش کرونا ویروس و کرانتینی سراسری در روسیه زندگی به این هم سختی مهاجران از آسیای مرکزی را در این کشور سخت‌تر کرد. خانواده‌هایی که اکثریت برای تامین زندگی از کشورهای آسیای مرکزی آمده در دوره پاندمی در خانه بند ماندند یا معاش کم گرفتند و یا کاملا کارشان را از دست داده در حالت ناگوار قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چینی را بر روی خط سیاه نهادهای پایمال کننده حقوق انسان در ولایت غربی شینجان چین داخل کرد. مقامات چین با آن متهم می شوند که سر از سال 2012 بیش از 1 میلیون نماینده قوم اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در اردوگاه‌ها جای داده است. چین میگوید این اردوگاه‌ها مرکزی تعلیمی دوباره و تمرینگاه می باشند که برای مبارزه با جدایی خواهی و اکستریمیسم اسلامی ضرور می باشند. 20 ایول وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا گفت شرکت‌های چینی در این اردوگاه‌ها از زحمت اجباری اویغورها، قزاق‌ها، قرغیزها، تاجیکان و دونگان‌های مسلمان تبار استفاده می‌برند. این شرکت‌ها نساجی و تکنولوژی هستند.
بر علاوه دو شرکت تلاش دارند که از راه تحقیق ژنتیکی اقلیت‌های قومی را پخش کنند. درباره این تصمیم اخیر وزارت تجارت آمریکا چین واکنش نشان نداده است، ولی در گذشته پکین این گونه اقدام‌ها را دخالت به کارهای داخلیش قلمداد می‌کرد. بیش از 10 افسر امنیتی افغان در نتیجه یک حمله مسلحانه به قتل رسیدند. تخمین می شود که حمله را طالبان راهاندازی کردند. وزارت مدافع افغانستان می گوید که روز 20 ایول در ولایت مرکزی میدان وردک بمبگذاری مرگ طلب ماشین بارکشی سرشار از مواد ترکنده را به طرف کاروان نظامی روانه کرده کمش 8 سرباز افغان را به هلاکت رساند. وزارت می گوید بر اثر این حمله 9 سرباز دیگر مجروح شدند. در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت، اما در گذشته طالبان و داعش به عملی کردن این گونه عملها متهم می شدند. همچنان دیروز یک منصبدار در ولایت شمالی کندوز افغانستان گفت که در نتیجه حمله طالبان 8 خادم دولتی امنیتی کشته شدند. سخنگوی والی کندوز اسمت الله مرادی میگوید صبح 20 ایول طالبان به 2 پاستگاه امنیتی حمله کردند. مرادی افزود برخورد مسلحانه در این پاسگاه ها چند ساعت دوام کرد و بر اثر آن 5 افسر پلیس و 3 سرباز ارتش دولت به هلاکت رسیدند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 30 درم، 1 یورو 11 سومانی و 80 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 143 سومانی تعیین گردیده است. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشن. بیننده ارجمند ما را همراهی کنید.